اگر نسبت به دوست داشتنی بودن خودمان کاملا اعتقاد نداشته باشیم، ابراز محبت طرف مقابل میتواند برایمان مانند دریافت جایزه افتخار برای انجام کاری باشد که هیچ ارتباطی به ما ندارد. روزی آرزو داشتم او عاشق من شود، ولی وقتی شد از دستش ناراحت شدم. شاید به این دلیل است که عشق ناشی از تمایلی است که می‌خواهیم از خویشتن و ضعف‌هایمان در وابستگی به زیبایی و اصالت برهیم، ولی در مقابل اگر معشوق عاشق ما شد مجبوریم به خود بیاییم و از این رو چیزهایی به یاد ما می‌آید که در وهله نخست ما را به سوی عشق کشانده بود. چه بسا از ابتدا هم خواسته‌مان عشق نبوده، شاید به سادگی تمایل داشتیم به کسی باور داشته باشیم، ولی چگونه می‌توانیم به معشوق باور داشته باشیم در حالی که او نیز ما را باور دارد؟ در شگفتم چگونه او حتی می‌توانست این تصور را توجیه کند که زندگی عاطفی‌اش را معطوف فرد رذلی چون من کند. اگر حتی قدری هم به نظر عاشق می‌آمد، آیا علتش این نبود که مرا درست درک نکرده بود؟ اگر او از چشم من افتاده بود، چون متقابلاً به من مهر ورزید. به بیانی با به دست آمدن هدف رسیدن به وصال عشق می‌سوزد. مونتینی بیان کرد در عاشق بودن نیازی افسار گسیخته به چیزی که از ما می‌گریزد وجود دارد. آنتول فرانس نیز به گونه اظهار داشت رسم نیست بر چیزی که داریم عاشق شویم، مگر آشکار می شود عشق دو جانبه است، تعادلی میان عشق به خود و نفرت از خود وجود داشته باشد. زمانی که نفرت از خود بیشتر است، در آن صورت کسی که عشق را دریافت کرده اعلام می کند که معشوق لایق او نیست. حال اگر عشق به خود بیشتر باشد، هر دو طرف ممکن است بپذیرند که دیدن عشق دو جانبه لزوماً شاهدی بر حقارت معشوق نیست، بلکه گویای این است که خودشان تا چه اندازه دوست داشتنی بودند.